هر جوان پشتون که کوردینات درست دادی و خانوادهش هلاک ساختی، هر محفل عروسی را که از پشتونا بمبارد کردی جواب میدی. دکتر عبدالله قاتل 3.5 میلیون پشتون در جمهوریت استی بچه جان. امرالله صالحی که کوردینات اشتباه و میدادی تا پشتونا کشته شده قاتل 3.5 میلیون پشتون استی جوان. و به همین رقم طرفداراش شخصی احمد شاه مسعود، شخصی احمد شاه مسعود و بالاتر از 60 قرارداد رسمیش برادر عزیز اینجا چی شده؟ تذکر یافته. چقدر پشتونت ناحق بندی کردی خبر داری؟ عملی این کتاب پشتون نمیخوانه، ایره تاجک هم خود، ایره یک امریکایی موی سفید میخوانه که در دنیا ارزش داشته باشه. ایره یک جوان امریکایی میخوانه که زیر پوستت بدرایه، او آدم باز منطق داره. ایره یک خانم امریکایی خواد خان که اصلیت تو را با صبح در سینن معرفی میکنه. این کتاب ها را مردم متمدن دنیا میخوانه. ایره کدام لندغر دیگه نمیخوانه. ایره لندغر به دست آوردام نمیکنه. ایره انسان های میخوانه که سرنوشت دنیا را تغییر میده. تو لاف بزن، تو چیخ بزن، تو دو بزن. اینی را میگن سیاست یا افغان. کواسید جبران میکنه. کواسید جبران میکنه. اگر خودت جبران نتونستی مردار شدی، کواسید جبران میکنه. هر لفظی که از دهنت خطا میخوره. کواسید جبران میکنه هر کاری را که انجام داده ای. پشتون این تو فکر کردی که میباشه؟ پشتون نه، فراموشکار نیست. هر قدر مینالی به امو اندازه جبران خواهی کرد. بسیار وحشتناک جبران خواهی کرد. بسیار وحشتناک و بسیار به شکل که قانونی اترنه که برادر سر تو کس شلیک بود. نو از اونمون بزرگ قهرمان شروع تا پایین، اگر زندهش بود زنده به محاکم معرفی میشه، اگر مرده بود مردش، شخصیتش زیر پا میشه و اسناد و به ثبوت